میگم و چی رقم هست؟ ضرب الله مثلا للذین اولش کفروا می بعد مؤمنین و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. الله متعال مثال میزنه برای چی کسانی؟ برای مؤمنین، یعنی الگوی هدایت معرفی میکنه. چی را زن فرعون؟ اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي. یعنی اینا زن الگوی هدایت میشه برای مؤمن، اما از مسئولیت رسالت الهی معاف است. دقت کنید اینو به خاطر میگم اصلا انبیاء علیهم السلام به عنوان چی مبعوث شدن؟ الله تعالی وقتی انبیاء علیهم السلام ذکر میکنه بعد میگه اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی. اینا کسانی هستند که الگوهای هدایت هستند. شما هم به او اقتدا کنید. زن هم میتونه الگوی هدایت بوده باشه بر مبنای گواهی خود قرآن کریم، اما مکلف به ادای تبلیغ رسالت نیست. چرا؟ چون نمیتونه. و اگر الله باز مکلفش میکرد در حق زن. پس کسی که میآید اعتراض میکنه که چرا خدا زنها رو پیامبر مبعوث نکرده، این احمق معنای اعتراضش چیست؟ که چرا الله متعال سر زنها ظلم نکرده. توجه منظور شدین؟ خوب دقت کنین، مفاهیمش رقم تغییر میکنه. او کسی که اعتراضش ظاهرا ایست که چرا خداوند از بین زنها پیامبر مبعوث نکرده، معنای گپش است که چرا خداوند سر زنها ظلم نکرده. چرا؟ به خاطر که مأمور کردن زنها برای ادای مکلفیت ادای رسالت الهی چی بود؟ به خاطر نبود خصوصیات خلقتی در اونها سر زن ظلم. و آیا نکته دومش، و آیا زنها میتونند اما تو یک مکلفیت سنگین اجتماعی را ادا بکنن؟ عملا موفق میشن؟ نمیتونن. چرا؟ متوجه شدین؟ البته من یادت بشاره را گاهی وقتا زنها از لحاظ روحی بسیار باریک بینی میکنن. گاهی وقتا بعضی خواهرها درس‌ها رو میشنون باز در یک موارد بسیار ضعیف مثلا اعتراض میکنه. اصلا در فلانیش این گپ غلط بود. باز میگم خب درسته. شاید ممکن یکی از اعتراضاتی که شما بگه خب تو چرا بیچاره؟ چاره دارها. میفهمید خود اعتراض از کجا ناشی میشه؟ خود اعتراض نشان دهنده عاطفی بودن بیشتر از اونها هست، چون مفاهیم را بر مبنای ارزش‌های فکری که الله براشان داده قضاوت میکنن. دقت کنید، به خاطر خیلی باریک بینی میکنن. یک چند بار ما یک خواهری بود درس را گوش میکرد، گفتم درس فلانی استاد فلانی استاد گوش نمیکنم. چرا؟ گفتم تو به خاطری که در فلانی زنا رو چیزی گفتم. متوجه شد؟ یعنی این طبیعت انسان، طبیعت از اونها همطور هست. من گفتم خیر است پیشش صحبه شده و به خاطر نیاز است که آدم مفاهیم چی بکنه؟ خوب عمیق بفهمه. از ریشه وقتی بفهمه خیلی راحت میتونه حل بکنه این تفاوت ها را. دقت کنید، پس همه موارد غالبا تا جایی که من مطالعه کردیم امون نکات و تفاوت هایی را که در شریعت الله متعال وجود داره و اسلام ستیزهای نادان تصور میکنن این نقطه ضعف است، برعکسی از اون نقطه قوت است. اگر الله تبارک و تعالی بر زنها را مکلفیت تبلیغ رسالت را میداد، سر زنها ظلم کرده و ما الله یرید ظلما للعباد و الله اراده ظلم بر بنده ها را هم نمیکنه. اما داشتن خصوصیات به عنوان الگو بودن، بله الله تبارک و تعالی الگوهای هدایت از زنها هم برای ما شما چی کردن؟ معرفی کردن و اینی میتونه یک نقطه قوت بوده باشه. چرا؟ به دلیل از این که زنها بدون داشتن منزلت رسالت هم میتونن به الگوهای از هدایت مبدل شوند. دقت کردین؟ این گپ خود دوباره تکرار میکنم. انبیاء علیهم السلام با داشتن منزلت رسالت و نبوتن که به منزلت الگو ارتقا پیدا میکنن، اما زنها میتونن حتی بدون داشتن منزلت رسالت و نبوت هم به عنوان الگو برای سایر مؤمنین چی باشن؟ مطرح شوند. این میتونه یک نقطه قوت بوده باشه. اما این که مکلف به تبلیغ رسالت نیستن، این خودش عدالت الهی است که الله تبارک و تعالی سر زنها ظلم نمیکنه. تفاوت در دیگه مسائل، در احکام و در حقوق و مکلفیت های سیاسی و اجتماعی ان شاء الله هفته های بعدم سرش بحث میکنیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.